شاید اگر کارت خودتان همراهتان نباشد به اندازه زمانی که جایگاه کارت سوخت ندارد نگران نشوید. همه رو جمع کنه اصلا ما به مشکل میخوریم. مطلع باشید از نیمه دوم آذر به بعد اگر با کارت جایگاه بنزین بزنید باید برای هر لیتر 5000 تومان تقبل کنید. طبق آمار اعلام شده 53 میلیون لیتر از سوختگیری روزانه کشور با کارت جایگاه انجام می شود. آماری که دلایل مختلفی دارد. برای برخی ها سهمیه اول و دوم کافی نیست. در ماه بگو 500 تا از 400. برخی ها هم به هر دلیلی کارت سوخت ندارند. حالا 1 سال و نیم فعلا بدون کارت سوختیم و در کل علت هرچه باشد پیش بینی می شود استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی هم در کاهش مصرف بنزین و هم در کاهش قاچاق سوخت تاثیر مثبت داشته باشد. شما از کارت اضطراری جایگاه استفاده می‌کردی لیتری 3000 تومان میدید، در صورتی کارت خودت هم سهمیه داشتی 1500 داشتی 3000 تومانی هم داشتی ولی استفاده نمی‌کردی، میرفتی کارت جایگاه رو می‌گرفتی استفاده می‌کردی. استفاده از کارت جایگاه معلوم نیست کی بنزینو داره میبره. البته بنزین 5000 تومانی فقط مختص کارت سوخت جایگاه نیست. در ایران هر چه داراتر باشید سهم بیشتری هم از دارایی‌های طبیعی کشور دارید. یکی 5 تا سهمیه بگیره، یکی یه دونه بگیره. خب این طبیعیه، یک تبعیضه. اما از این به بعد اگر بیشتر از یک خودرو دارید فقط یکی از آنها سهمیه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر بنزین 3000 تومانی دارد. باقی دیگر خودروها را باید با بنزین 5000 تومانی پر کنید. 7 میلیون خودرو داریم، اینا متعلق به 3 میلیون نفرن. خب یعنی بیش از یک خودرو دارن. قرار نیست هر کی پولدارتر باشه بیشتر سهمیه برداره. شرایط طوری است که مجبوریم از خرج‌های دیگر بزنیم و بنزین وارد کنیم. امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه. از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. حالا کسانی که سهم بیشتری از آنچه برای هر نفر تعریف شده بنزین میخواهند باید به ازای هر لیتر 2000 تومان بیشتر هزینه کنند، گرچه هنوز هم 45000 تومان یارانه بنزین میگیرند. ریاست جمهور دستور دادن که این مبلغ فقط برای کالابرگ استفاده بشه، برای افراد دهک‌های اول تا هفتم این مبلغش به حساب کالابرگ‌ها ریخته بشه. اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای فقط به یک خودرو اولین گام برای اجرای کردن قانون برنامه هفتم است تا هر ایرانی فارغ از اینکه خودرو دارد یا نه از دارایی‌های طبیعی کشورش سهمی داشته باشد و در ایران 1 با 1 برابر باشد. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.